سلام، من زهرام. به آشپزی لاین خوش اومدین. امروز میخوام با هم توپک‌های پنیری درست کنیم. همراه من باش. سیب زمینی ها رو با نمک بزنید تا کاملا آبپز بشه. حالا نوبت مواد میانی هستش. من از ژامبون، خیارشور و پنیر پیتزا استفاده کردم. شما اگه ژامبون و خیارشور در دسترستون نبود، میتونید از پنیر پیتزای تنها استفاده کنید. حالا نوبت سیب زمینی هاست. سیب زمینی ها رو کاملا له کنید و بهش نمک، زردچوبه، پاپریکا، پودر سیر و یک قاشق جعفری تازه اضافه کنید. کاملا میکس کنید تا یک دست بشه و مواد رو به صورت توپک‌هایی به اندازه یک گردو در بیارین و هر کدوم رو کف دستتون کاملا پهن کنین و از مواد میانی داخلش قرار بدین. حالا 2 تا ظرف بردارین. داخل یکی 2 تا تخم مرغ و داخل دیگری پودر سوخاری بریزین. تخم مرغ‌ها رو کاملا هم بزنین تا به صورت یک نواخت در بیاد. و بعد توپک‌ها رو به نوبت داخل تخم مرغ و بعد پودر سوخاری بغلتونین. اگه دوست داشته باشین میتونین این کار رو 2 بار انجام بدین. حالا توپک‌ها رو داخل روغن داغ سرخشون کنین و نوش جان.